باران که شدی مپرس این خانه یکیست، سقف حرم و کعبه و میخانه یکیست. میبارد، بر همه میبارد. به همین خاطر یک عالمی یهودی وارد مسجد شد و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول خطبه بودند. یک عالمی یهودی، دینش با من فرق میکنه، عقیدش با من فرق میکنه، اما در جامعه خودش جایگاهی دارد. و منی که خدا مرا رحمت بر جهانیان نازل کرده، انسانیتم به من اجازه نمیده که به این عالم یهودی توهین بکنم و او مهمان ماست در مسجد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از منبر پایین آمدند. ردایی همیشه بر دوش مبارکشان بود. این ردا را پهن کردند و به این شخص گفتند بر روی این ردا بشین، چون مسجد سنگریزه بود. این انسان وقتی این انسانیت را دید و این رحمت را دید، این ردا را جمع کرد و به حضرت داد و فرمود اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. چه چیز باعث شد؟ انسانیت. وقتی من انسانیتم کامل شد، دینداریم مؤثر میشه. ولی اگر انسانیت فراموش کردم، پیشانیم بر اثر سجده سیاه باشد، حافظ کل قرآن باشم، تهجدم فوت نشود، این دینداری انتقال داده نمیشه.